کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 17 مارس سال 2024 ساعت 21:19 به وقت محلی به قسم نوبتداری این کمیته زنگ اضطراب‌آوری رسید که یک مرد از روی پل واقع در میکرایون 46 پایتخت خود را به دریای دوشنبه پرتافته است. گروه نجات بخشان واحد زودعمل ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه بلافاصله به جای حادثه سفربر کرده شدند. حرارت آب هنگام راه‌اندازی چاره‌بینی‌های نجات‌دهی -12 درجه گرم بود. نجات بخشان با استفاده از بند خود را تا نزد مرد به دریا افتاده رسانده و به بدن او جفشن نجات‌دهی پوشانده با بند میانش را بستند و از آب بیرون آوردند. معلوم شد که این جوان 20 سال داشته از دهه برکت جماعت بنو میرزا ترسونزاده در کنار شهر ایسار بوده است. به جوان یاری اول طبی رسانده، سپس او را به بیمارخانه انتقال دادند. سبب دریا افتادن این جوان معلوم نیست که آیا او تصادفاً به آب افتاده است و یا دیده و دانسته. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت به جای حادثه نمایندگان مقامات حفظ حقوق نیز دعوت کرده شدند و جزئیات حادثه تحقیق خواهد شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده در پی این حادثه از ساکنان خواسته است که نسبت به نزدیکان خود با احتیاط مناسبت کنند و حیات خود و نزدیکان خود را قدر کنند.